زن و مرد زنا میکنن و بعد مقصدی اویله برپا کردن رو میکنن. آیا نکاح کنن؟ نکاحشون درست میشود؟ بله. هرگاهی که اگر همون زن یا مردی که مثلا دست به کار حرام زدن و بعد به خلاصه اومدن که بعد زندگی حلال کنن، اگر نکاح کنن بهترین میشود. نکاحشون هم درسته، زندگیشون هم درسته. حمد بی حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما و شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای بیماری ژنسیک здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیس از نیندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه شدن، پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. استاد در مهاجرت از 2 شخص پول قرض گرفتم. بعد همان کار تلفنم را گم کردم. نمیدانم که آنها از کجا پیدا کنم. 2 سال می شود قرض با پول خودمان 3000 می شود. استاد، من همین مبلغ را به کجا دهم تا آخرت از گردنم قرض نماند؟ وقتی اگر شما این نفر پول میگیرین و بعدا دیگر نمیدونین که از کیه، یا پول نفری در پیشتون میماند دیگه او را نمیشناسین، او را در با یگان آدمی همی محتاج و آدمی مستحق صدقه کنین، انشالله گردنتون ساخته. نابالغ و پیغمبرها هم در قبر میپوسند. اگه فقط در قبر نپوسیدن، این جسد پیغمبرها را گفتند، جسد نفرهایی که شهید شدند، جسد عالم‌هایی که در علم عمل کردند. اینها را گفتن نفرهایی هستند که مقصد در قبر یا در خاک جسدشون نمیپوسند. استاد عزیز، درباره زنهایی که زن دوم میشوند و زندگی زن یکم را ویران میکنند، التماس یگان صحبت کنید تا عبرت شود، چون که امروزها این گونه زنها زیاد شدند. اگه همه اینا عیب زنها نیستند. وقتی یک نفر زن دوم میگیرد، من که 10 بار گفتم که شما وقتی که اراده زنگیری میکنین پیش و پستانه فکر کنید، به همو مقصد امکانیت های خودت، به همو غیرت و بی‌غیرتی خودت، همه همین ها را مقصد اول پیش رو بیاریم، بعد این کار کنیم. برای همین زن یکم زن دوم مقصد زندگی شویران کرد، زن دوم زن یکم همه از حساب خود هم مردکی است که همین کار در مقصد سببگار شدگی. برای همین این چیز ارزش نداره که بسیاری از جوانان را میبینی مقصد میان پیش ما میگن برای آنه که مقصد همین زن دوم خرسن شود میام زن یکم غیبت میکنم، زن یکم کمبودیاش میگم، یا برای آنه که زن یکم مقصد دلش خرسن شود زن دوم مقصد تنقید میکنم. خیلی همین قدر گپ داری، همین قدر بگیم غیرت داری، همین عقل شعور داری، آخی برای تو زن چی در کاره؟ نخواه که مقصد شیرینی زندگی تو یا مستحکمی زندگی تو یا مقصد بگیم دوستداری اکو تو با همین راه باشد. در این خیل حالت من همین قدر میگم که این مردک دیگر نه در پیش زن یکم محترم و اعتباره، نه در مثال بگیم در زن دوم. برای بسیاری کاری همه این زن اینجا همون زن دوم از حساب آنه که همین مردک وقتی گرفتی اگه مادامی غیرت که نداری، مادامی حیبت نداری، مادامی که سیاست نداری، او مقصد زن میزنه، زن یکم حقارت میکنه یا زن یکم زن دوم حقارت میکنه. همه ای از حسابی همون سستی بگیم مردکا هست که کار به این راه میاد. بابا جان شوهر گفت که رو یک شوهر عرب کن و من مبلغ روان کن. من با این شوهر چیکار کنم؟ شما گویی. اگه خواهرای عزیز خیلی مردها را مردهای بیناموس میگن،
وقتی میگه که برای یک عرب بگی مقصد حساب عرب مده پول روان که انا یکی تو زنی ما باش برادری عزیز یا خواهری عزیز این انسان این خیلی آدم را مرد نگناخه که ای حسابی نفری را که تو میره قطعی او مقصد شیشت خیز میکنی باید پول روان میکنی یا پول میخره الله مهربان پرده کنه از این خیلی نفرهایی که مقصد شما را به این کار دلالت میکنه. این بسیار زیشته. اگر همین خیلی نفر باشد خواهر عزیز با این خیلی آدم یه روز زندگی کردن حرامه بخدا. این انسان هم نیست. استاد همین دعا را با ما ترجمه کنید و فهمونید. اللهم اینی اسألک من فضلک و رحمتک فإنه لا یملکها الا انت. معنیش همه که پروردگارا من فضلت را میخواهم و من رحمتت را میخواهم، زیرا اینکه این فضل این رحمت تو را بجز ذات تو کسی ندارد و کسی صاحب نیست. یعنی خدایا از فضل خودت ای مرحمت خودت از عطاهای خودت برای من نصیب بگردان، زیرا آن چیزی را که تو برای من میتی دیگر نفرها دادن نمیتوان. معنیش همیه. میگویند خدا از این بد نکند. آیا گفته این کلمه درسته؟ درسته. این بسیار دعای خوبه. برادره از هرگاهی که ما مثال بین یک شکرگزاریه. وقتی که اصلا مردم تاجیکی ما اگر یک درماندک میشود میگه الله مهربان سپاسگزاریت میکنم که تا امروز تنی صحت داشتم و که امروز درماندم کردی. خدایا با این بدم نکن. مثلا امروز اگر چشم نابینا کرده خدایا با گوشم ناشنوا نکن، زبان و مقصد گنگ نکن. یعنی از این بد نکن همینه. استاد در میوه یا نان اسم الله پیدا شود خوردنش درسته. اگر در میوه یا در نان در هر چیزی که اگر اسم الله باشد خوردن همون چیز حلال باشد خوردن بگیرید او هیچی باکی نداره. زن کار کند و مرد در خانه خورده خواب رود، این مرد در نزد خدا چی حکم داره؟ البته گناهگاره. خواهرای عزیز آفرین شما که وقتی میرین کار میکنین همین خیلی مردها را در خانه نان میتین. من بسیار بدانم خیلی مردها را که میگه اصلا میگه خواهش کار کردن نداره. یکی در خانه ده ها حقارت هم زن میکنش، یکی شما حقارت نکنید. بیارین یتی کنون بتینش. نیت نماز را با زبان عربی گویم درست است. نیت نماز برادرها و خواهرها از یک عملی هست که مقصد همون قلبی هم باشد بسه. ما در درون دلم نیت میکنم که نماز بامداد مثال سنت بامداد میخونم الله اکبر هم گم بسه. فقط و مع لفظ افضل گفتن در عباره ها یعنی از باب بگیم افضلیت، از باب اولویت. همین که شما نیت کنید. نیت کردم بگذارم در رکعت سنت نماز بامداد وقتی بر من است روی آوردم به قبله و جهت کعبه. همین را وقتی میگفتای یعنی معناش چیه؟ که همین دوستای خدا میرا گفتن که تو تیار شدن میگیری در نماز. یعنی قدر مقصد کار دارد. ولی اگر نگویشم با دلت نیت کنی و الله اکبر هم بگوی میشود. مدت 5 سال میشود سوره واقعه را پیش از بامداد یا بعد بامداد میخونم. آیا این هم در شب حساب میشود؟ حساب میشود. بابا جان در قبر کتاب قرآن گذاری جایز است؟ هیچ وقت جایز نیست. شما قرآن وقتی اگر در داخل قبر موندین شما گناهگار میشین. این کار هیچ وقت نکنید. اگر ورقای ویران پوسیده باشد میلش برین زیر خاک کنید. لیکن قرآنی نو برده در خانه قبر موندین شما با عدد هر حرفش در پیش خداوند گناهگار میشین. آیا همه پیغمبرها عرب بودن؟ نه برادر عزیز. یعنی 5 پیغمبر میگن پیغمبرای از مثال عرب بودن. یکی حضرت هود
یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت اسماعیل، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این 5 نفر پیغمبرای عرب، یعنی از بنی عرب بودن. خب ورزشکارها گوشهایشون رو میشکنن. آیا این درست است؟ از روی اسلامی درست نیست. بعضی ورزشکارهای بوده است که گوشهاشون خچون میشکسته. این شکستن او برای هر یک ورزشکار درست نیست. اگر خودش در حالت همو ورزش، در حالت همو مثال مسابقه ها و در حالت همو مشقاتون اگر شکنن میش، لیکن شما خودتون به دست خودتون هیچ وقت گوشاتون هر چی باشه نشکنید، البته گناهکار میشید.